سلام برسم ماما. و علیکم السلام. خوب هستین؟ صحت خوب؟ جان جور؟ بخیر باشین. معرفی کنین خدا. اسم من نعیم است. یکی از باشنده‌های شهر کابل. زنده باشی کاکا، بخیر باشی. چکر آمدی؟ والا بعد از بسیار یک مدت زیاده خواستیم یک شکر بیاییم، آمدیم سعی کردیم چی است چی نیست که می‌بینیم آرام و آرامی است، هیچ کدام گپ نیست. سوالتی داشته باشه. چی معلومات دارین درباره قصر باغ بالا؟ والا قصر باغ بالا رو ما از سابق گفتم یکی از شهرمندای کابل هستیم. ما سابق دیدیم بهترین قصر بود. وقتی هتل‌هایش هم دیده بودیم، وقتی کنسرت بود دیده بودیم، وقتی جشن و گپام دیده بودیم و حالی هم می‌بینیم. فعلا خود آرامی است، کدام وضعیت دیگه نیست، منتها مردم نیست، یک کم ذره کم است. یکی که نمیفهم که چرا نمیدن دیگه. کدام مشکل از نوع امنیتی و گپا نیست. مصروف چی کار هستین؟ ما خودم مصروف بیکاری ها. موترها را حساب میگیرین حتما؟ والا سرک متر میکنین؟ دفعتا این امروز برآمدیم یک شکر گفتیم به یک طرف باغ بالا بریم چه گپ است. اینجا کامل چپ چپیست، قدر مردم نیست. ما خواستیم یک گزارش تهیه کنیم از اینجا به هموطنان ما خارج از کشور هستن یا داخل در کشور هستن ببینن. خوب شد با شما سر خوردیم. کدام گفتنی کدام پیام و این نمیست. وطن آرام از دیگه کدام گپ سخن نیست. یک تعداد مردمایی که بود فرض مثال زورآور بود دیگه بود. خوب شد که از بین رفت. یک چند روز گشنگی است، چیز پیدا نمیشه، همه چیز قیمت است. خدا مهربان است، این هم تیر میشه، این هم میگذره. دنیا فعلا داره بیکاری گذره. خوب بسیار هستن. خوب بیکاری است. و یک قدر چیزایی که حاصل کردیم فرض مثال از قبیل سال قطع خونریزی، روز 100-200 تا جوان کشته میشد. فعلا نگاه نیست. مدامی خوش هستیم که جوانای ما زنده است، جور است، در جایی که باشن آرام باشن. فعلا هیچ کدام گپ در وطن نیست. آرام با آرامی است، هر کسی طرف کار خود روان است. دیگه کدام مشکل ما نداره. سلامت باشی. کدام چای با ما نوش جان میکنین در خدمتتان. اگر خواسته باشی یک چای هم میتونم. سلامت از باشی. دیدارتان. آرام باشین. آلو بیتی افغانستان و لیکن یک جای تفریح جای کابل هستی بسیار خوب جای است. ما 19 سال از این باغ پاککاری شما میکنیم. خیلی باغانا عوداری میکنه. برادر تازه خدمت جای خوب است. کدام جای درست است، جای تفریح جای است، جای بسیار رفت آمد مردم است، بسیار خوب جای است دیگه. ولی وقتی طالبا وقت است که بسیار امنیت است. امارات بسیار امنیت درست گرفته. سابق کدوزی و اینطوری که کارا میشنوانیم گپا نیست. گپا فضل خود نه دوزی است نه دیگر. مردم میره کار خود تفریح و جای خود میکنه. شما از طرف دولت اینجا کارمند هستین؟ نه ما از همونطوری که میزنیم شخصی. ماش باز کی میده؟ ای خدا مهربان ماش خداوند میده. و 10 سال از کم پول از جیب خود میخورم. هم رگلت نان همه چیز از جای بخورم. دیگه کلی مردم میفهمه که من اینجا هستم. شاروال پروال هم میشیم. خانه در کجا؟ خانه سمنگان است. از ولایت زیبای سمنگان هستین؟ سمنگان. اینجا مسافر هستی؟ مسافر هستیم. شب و روز هم اینجا هستی؟ شب و روز هم اینجا هستیم. اونجا اتاق هست، اتاق دولتی. شب جای ما اینجا هست. مقصد جای سیاسی. اینا ماش یار خدا خو مهربان است. بازم یک چیز سبب میشه، یک چیز وسیله میشه. بیخی خدا هم میگیشه میرسانه، کلگیشه پروردگار میرسانه. چی گفتنی داری به هموطنان ما خارج از کشور است؟ جوروسیت باشه. هم قد جوروسیتیش رو میخوایم کلی دوست داره. خدا حافظ و ناصرت بیاره. سلامت باشی ماما. خدا حافظ و ناصرت. سلام برس لالا. سلام علیکم. بسید بخیر هستی؟ زنده باشی. مصروف درس بودی؟ بله. چی را میخواندی؟ کمی درس های پانتون است. ماشاءالله در پانتون هستی؟ کدام پنزه؟ استوماتولوژی. ماشاءالله. اینجا مصروف چی کار هستی؟ مصروف دکانداری. مصروف هتلداری. چند سال میشه اینجا مصروف هستی؟ من 12 سال میشه. یک عمر. چی چیزا را به فروش میرسانید اینجا؟ این خوراک کباب است، برگر، چای، یگان چیزای دیگه.
چطور است وضعیت کاروبار؟ والا فعلا خو نیست. خدا را شکر خوب است. دقیق کدام پارک است؟ باغ بالا. پارک باغ بالا. رفت آمد مردم کم از این روزا. والا فعلا کم از حال خوبتر شده. در شده. از اولای طالب کرده. امنیت از نگاه دوزی اگر پارک ها مردم حالا چه میکنن؟ والا چطور است؟ فعلا خیلی اینجا خوب شده. تانوس کسی دوز نکنه. دوزی نشده این منطقه. زنده باشی لالا، سلامت باشی. داخل تشکر. یک کدام پیام داشته باشی به هموطنهای ما، به حکومت فعلی. تشکر. زنده باشی. پیام میست فهمیده که آخر جور میشه وطن. ایتو نمیمانه. آخر جور میشه. ما شما نباشی. امیدوار هستم. نه دیم وقتا بخیر. امیدوار هستی. امیدوار هستم. سلامت باشی. زنده باشی بخیر. زنده باشی. در تشکر. کاروبارت برکت باشه. همچنان. صحبت اسلاف کردی یا نه؟ نگفتن. خدا را شکر. سلامت باشی. بخیر باشی. زنده باشی.